این بدترین اتفاقیه که میتونه برای هر انسانی بیفته. این مرد بعد از تصادف به هوش میاد و یه ماشین رو برای کمک نگه میداره، اما ماشین به شکل عجیبی از کنارش رد میشه و چند متر بعد متوقف میشه. وقتی مرد به سمت ماشین میره میبینه راننده به شکل ترسناکی مرده. اون سری به اوژانس زنگ میزنه، اما وقتی اپراتور اسمش رو ازش میپرسه در کمال تعجب اسمش یادش نمیاد. در همین لحظه یه پرنده به شکل عجیبی روی سقف ماشین سقوط میکنه و میمیره. مرد میترسه و به سرعت از اونجا دور میشه. اون به یه رستوران میرسه، اما وحشت زده میشه وقتی میبینه همه افراد داخل رستوران مردن. اون فکر میکنه شاید یه ویروس خطرناک عامل این اتفاقات باشه، پس سریع دهنش رو با پیراهنش میپوشونه. مرد از طریق کارت گواهینامه‌اش آدرس خونه‌ش رو پیدا میکنه و تمام درها و پنجره‌های خونه‌ش رو به بیرون میبنده. چند لحظه بعد یک کشاورز رو میبینه که نزدیک خونه‌ش در حال کاره. اون سعی میکنه به کشاورز بگه هوای بیرون آلوده است، اما کشاورز به خاطر فاصله زیاد صداشو نمیشنوه. پس به خونه نزدیک میشه، اما ناگهان چشمای کشاورز سفید میشه و میمیره. بعد در نهایت میفهمه که ویروسی در کار نیست، بلکه مشکل از خودشه و هر چیزی که بهش نزدیک بشه به سرعت میمیره.